میزنند میتوانند بسیار چسبنجیق باشند. هشتم، قابلیت شنوایی جنین در بطن مادر از 16 هفتگی انکشاف می‌یابد. جنین میتواند آواز شما را درک کند. همچنین وی آواز پدر و مادرش را فهم میکند. در 5 ماهگی حامله با پدر و مادران توصیه کرده می شود که با جنین صحبت کنند. بعضی چیزها را تاکید کنند. شاید شما فکر کنید که وی تاکید و تربیت شما را سرفهم نمی رود، ولی این نادرست است. جنین می تواند قسما با معاینه سر مادر فکر کند. او تمام احساسات مادر را حس می کند. مادر خرسند باشد او نیز خرسند، خفه باشد جنین نیز خفه می شود. چون علاقه جنین با مادر حتی پس از تولد شوی هنگام سن شیرمکی باقی می ماند. کیفیت مادر از شیرش به طفلک می گذرد. نهم، در دهان انسان از میلیاردها زیاد میکروب ها موجود است. آب دهان انسان تنها برای خودش فایده آور بوده، برای دیگران ضرر آور است. بعضی مادران به طفلکان خود خوراک را خاییده می دهند که این به بیمار شدن کودک سبب شده می تواند. آب دهان انسان برای خودش همچون آنتیسپتیک خدمت کرده می تواند. مثلا هنگام در روی پیدا شدن ریخنک ها به آن آب دهان خود را رسانید. ریخنک ها زود نیست می شوند. دهم، نقش تکرار نشونده پنجه است که اتپیچت که پایلیتس می گویند در 3 ماهگی حیات داخلی بطنی جنین پیدا می شود. 11. طفلکانی تا 7 ماهه یک بار هم نفس کشیده و هم قلف کرده می توانند که برای آدمی کلانسال غیر امکان است. 12. هنگام عطسه زدن همه فونکسیون ارگانیسم فعالیتش را منع می کند، حتی دل نمی زند. 13. دل زنها از مردان تیزتر می زنند. 14. ارگانیسم انسانی کلانسال را به حساب میانه 2 کیلوگرم باکتریا ها تشکیل می دهند. 15. از همه وزن‌ترین معاینه سر در سن 20 سالگی می شود. پس از 20 سالگی معاینه سر ناعیان خرد شدن می گیرد. 16. بعد مرگ ارگانیسم اول بیناییش، دوم حس طعم، سوم بینایی، چهارم حس درد و از همه آخرین قابلیت شنوایی نیست می شود. 17. انسان چقدر با عقل باشد، یعنی معاینه آن چقدر خوب فعالیت کند او همانقدر خوابهای گوناگون می بیند. 18. خود معاینه سر درد احساس نمی کند، فقط عصبهای ارگانیسم با سیگنال معاینه درد احساس می کنند. اگر معاینه را جراحی کنند او به داروهای درد خاموش کننده احتیاج ندارد. 19. با مانندی که نقش پنجه های انسان تکرار نشونده است، بوی هر یک شخص نیز از دیگران با کلی فرق می کند. از همین سبب طفلکان نوزاد مادرش را از بویش شناخته می تواند. 20. چقدر حرارت حجره خواب کرده شما خنک باشد، احتمال خوابی بعد دیدنتان همانقدر بلند است.